سلام، به یه قسمت دیگه از سری ویدیوهای آموزشی راهنمایی مجازی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری نرم افزارهایی که به صورت پولی توی اپ استور برای دانلود قرار گرفتن رو بتونید به سادگی دانلود کنید و بدون اینکه هیچ هزینه‌ای پرداخت کنید به صورت کاملا رایگان. برای اینکه این کارو بکنید لازمش اینه که اول یه نرم افزاری رو به نام نرم افزار تانگ بو، یه نرم افزار فکر کنم چینی باشه، روی موبایل خودتون نصب بکنید. حالا میتونه آیفون یا آیپد یا آیپاد، روی هر کدوم از این دستگاهی که گفتم میتونه این نرم افزار نصب بشه. لینک دانلودش هم تو ادامه براتون قرار میدم. اولین کاری که لازم بکنید اینه که این نرم افزار رو دانلود کنید. خب من میرم تو سایتش که سایت tangbu.com هستش، لینکش رو دوباره براتون میذارم و این حالا فکر میکنم منظورش دانلود باشه. روی همین که کلیک کنید ازتون برای اینستال میخواد، سوال میپرسه که شما اینستال رو میزنین و میاد توی آخرین صفحه از نرم افزارتون نصب میشه. حالا تا این نصب شه من میرم یکی از نرم افزارهای پولی اپ استور رو انتخاب میکنم. نگاه کنید قسمت پید، یعنی قسمت نرم افزاری که پولی هستن و همونطور که می‌بینید نامه‌های قیمتی دارن. من این نرم افزار رو انتخاب میکنم. برای مثال حالا میتونه هر کدوم از نرم افزارهای پولی باشه، ولی من اینو انتخاب میکنم با قیمت $7. بریم ببینیم که حجمش هم حدود 8 مگابایت، حالا حجم کمی داره. این نرم افزار اسمش ماینکرافت پاکت ادیتیشن هستش. خب من دوباره به نرم افزاری که دانلود شد برمیگردم، نرم افزار تانگ بو که یه زبانی فکر کنم چینی باشه. روش که کلیک کنین تنظیمات اولیه رو انجام میدین و با حدس زدن فکر کنم بتونید جلو برین توی نرم افزار. خب الان جوری که من حدس میزنم احتمالاً این باید گزینه سرچ باشه. خب روش کلیک میکنم. اینجا ما میتونیم اسم نرم افزار رو سرچ بکنیم. اسم نرم افزاری که میخواستیم بزنیم ماینکرافت پاکت ادیتیشن و همونطور که میبینید همین اولین گزینه و فکر میکنم این گزینه دانلود بشه، ولی چون دقیقا مثل حالت اپ استور رو داره. عکس که این در وسط تصویر هستن و اطلاعاتی که به زبان حالا چینی توی پایین قرار گرفته. قاعدتا باید این گزینه دانلود باشه که من میزنم روش. یک بار دیگه که روش کلیک کنی میاد به صفحه دانلود منتقلتون میکنه که نشون میده چقدر زمان باقی مونده. این نرم افزار که دانلود بشه خود به خود ازتون برای نصب سوال میپرسه. همونطور که میبینید شما دوباره اینستالی که بزنید بغل همون نرم افزار تانگو براتون این نرم افزار نصب میشه و به همین سادگی شما این نرم افزاری که تو اپ استور با قیمت $7 برای فروش گذاشته بودن و به سادگی و به صورت مجانی، کاملا مجانی دانلود میکنید و نرم افزار هم به خوبی کار میکنه. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و این برنامه براتون مفید بوده باشه. اگه اینطور بوده لایک رو فراموش نکنید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.